عشق در زندگی مشترک. عشق در زندگی مشترک یکی از پایه‌های اساسی و مهم برای تداوم و موفقیت یک رابطه است. وقتی دو نفر تصمیم می‌گیرند تا با هم زندگی مشترک را آغاز کنند، عشق به عنوان نیروی محرکه قوی می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و سختی‌های زندگی را تسهیل کند. پایه‌ای برای اعتماد و ارتباط. عشق باعث می شود که زوجها بتوانند با یکدیگر صادق و رو راست باشند. وقتی دو نفر همدیگر را دوست دارند، ایجاد اعتماد آسان‌تر می شود. این اعتماد زمینه ساز برقراری یک ارتباط مؤثر و سالم است. بدون عشق، این ارتباط ممکن است سطحی یا کوتاه مدت باشد. توانایی مقابله با مشکلات. در زندگی مشترک همواره چالش‌ها و مشکلاتی به وجود می آید. عشق باعث می شود که زوجها بتوانند با همفکری و همراهی این مشکلات را پشت سر بگذارند. عشق و توجه متقابل به طرفین انگیزه می دهد تا برای یکدیگر تلاش کنند و از سختی‌های مسیر زندگی عبور کنند. ایجاد احترام و قدردانی. عشق واقعی به معنای احترام گذاشتن به فرد مقابل و ارزش قائل شدن برای تلاش‌ها و احساسات اوست. در زندگی مشترک، زمانی که عشق وجود دارد، هر یک از طرفین تلاش می‌کنند تا دیگری را درک کنند و به او احترام بگذارند. این احترام متقابل باعث می‌شود رابطه از حالت خودخواهانه خارج شود و به یک تعامل دو طرفه تبدیل گردد. پایداری و حمایت عاطفی. زندگی مشترک پر از فراز و نشیب هاست و در این میان عشق به عنوان تکیه‌گاه عاطفی عمل می کند. وقتی زوجها عشق و حمایت عاطفی را از یکدیگر دریافت می کنند، احساس امنیت و آرامش بیشتری در زندگی دارند. این امنیت باعث می شود که در مواجهه با چالش‌های زندگی با ثبات و آرامش بیشتری عمل کنند. رشد و توسعه شخصی و مشترک. عشق در زندگی مشترک نه تنها به توسعه رابطه کمک می کند، بلکه هر فرد را نیز به رشد شخصی تشویق می کند. زوجها با حمایت و عشق به یکدیگر کمک می کنند تا بهترین نسخه از خودشان باشند و در کنار هم پیشرفت کنند. در نهایت، عشق در زندگی مشترک به معنای ایجاد تعادل بین نیازهای فردی و مشترک، پذیرش نقاط قوت و ضعف یکدیگر و تلاش برای حفظ و تقویت رابطه است. عشق تنها یک احساس نیست، بلکه تلاش روزمره است که با توجه و مراقبت مداوم به بار می نشیند.